سلام، اینجا کلاف. من فاطیما عزل هستم. امروز در خدمت دکتر عرفان نوروز هستیم، محقق و اقتصاددان. سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ روزتون بخیر، خوش آمدین به برنامه کلاف. درود بر شما و درود بر مخاطبان برنامه کلاف و سپاس از دعوتتون. خواهش میکنم. حالتون چطوره؟ قربان شما، خیلی متشکر. واقعا افتخاری است که تو برنامه شما شرکت کردن و این اولین بار هستش که تو ایران من توی پادکستی شرکت میکنم. خیلی خوشحالیم که میزبانتون هستیم. بزرگواریم. سلامت باشید. آقای دکتر، با توجه به اینکه پایان سال 2025 رو داریم و وارد سال 2026 شدیم، میخواستم که به عنوان اولین سوال برای ورود به گفتگومون تحلیلتون رو از بازارهای مالی در سال 2025 بفرمایید. خواهش کنم. امروز اول ژانویه هستش و دیروز در حقیقت دیشب ما کلوزینگ بازارهای مالی رو داشتیم و سالانه. اگر بخوایم یه نگاه اجمالی روی بازارهای مالی بندازیم، 2025 سال خوبی برای همه بازارهای مالی بوده. شما بیاین بورس‌های بین‌المللی رو بیاین نگاه بکنین، بیاین S&P 500 رو نگاه بکنین، نزدک رو نگاه بکنین، داو جونز رو نگاه بکنین، می‌بینید که سود خوب سالیانه خوبی دادن به سرمایه گذاراشون. بیاین گلوبال استاک مارکت رو نگاه بکنین، اتحادیه اروپا، ایتالیا، فرانسه، استرالیا، کانادا، حتی هندوستان، برزیل. یعنی 2025 برای سرمایه گذاری سال بسیار خوبی بوده. و بیاین طلا رو نگاه بکنین، چقدر سود خوبی داده، از اون ور نقره، از اون ور تا حدی مصر و به قولی الان همه چی حباب است. همه چی حباب است و همه قیمت ها بالاست در یک زمان، تقریبا در یک زمان، به غیر از بیت کوین. تا حدی بیت کوین حتی 2025 تو اکتبر بیت کوین آل تایم های زد، ولی از اونجا به بعد دیگه این جریان نقدینگی تقریبا کم شد از بیت کوین. این در حقیقت خونی در جریان نیست در کریپتو آنچنان و بیشتر به سمت بورس و مسئله AI، بورس هایی که تو AI فعال هستن، نقدینگی به اون سمت رفت و فلزات گرانبها. البته اینجوری هستش که چند ماهی اتفاق بیفته، همیشه نقدینگی جای خودش رو پیدا خواهد کرد. این سهام هستن که دارن اقتصاد آمریکا رو میچرخونن. متوجه هستید چی عرض میکنم خدمتتون؟ و وقتی که ما رو به جریان یک چرا ما قطعی برق داریم؟ روحه چرا باید برق داریم؟ آقای دکتر، با توجه به اینکه وارد سال 2026 شدیم، تحلیل شما از روند طلا و نقره توی بازار به چه صورت هستش؟ خواهش کنم. ببینین، برای مثال برای نقره چندین دهه طول کشیده که نقره چیه بیاد به این آستانه قیمتی برسه و الان تقریبا قیمتش بالاست و حالا یه اصلاحی توی این اخیراً زده، ولی قیمت رو به بالاست. یعنی روند قیمتی رو به بالاست. توی چند روز گذشته که بحث توافق روسیه و اوکراین مطرح شده، مثل اینکه 10% ریزش داشته نقره. بله، ولی خب وقتی که سقف قیمتی جدیدی میزنه همیشه اصلاح میادش. من تو اینستاگرامم برای دوستان هم نوشتم که الان زمان خرید نیستش. وقتی که همیشه قیمت‌ها میان بالا، خب ما به خاطر اینکه انسانیم و بنده ذاتمون هستیم، تشویق میشن 80% مردم، عامه مردم، که خرید بکنن. این از چندین هزار سال هستش که
وجود داره. وقتی قیمت ها میریزن مردم زود میخوان بفروشن، وقتی رو به بالاست میخوان بخرن. همین 3-4 هفته پیش که روبروی طلا فروشا تو شهرهای بزرگ دنیا صف طولانی بود برای خرید طلا، اون زمانی بود که بازم من تو اینستاگرام برای دوستان نوشتم الان بازم زمان اصلاحه، خوبه که آدم سود برداره. یعنی موقعی که همه چی تیتر خبرها هست، همه چیز رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی و سوشیال میدیا دارن به اون مطلب میپردازن، زمانیه که دیگه زمان خرید نیستش. زمان خرید زمانی بود که 2 سال پیش من خدمت دوستان نوشتم که و گفتم تو اینستاگرام که 2025 سال بسیار خوبی خواهد بود برای بازارهای مالی، مخصوصاً فلزات گرانبها و بیت کوین، چون ما داریم یک مسیری رو میریم و الان این چیزی که خدمتتون گفتم همه چیز حباب هست، ما در آن مسیر هستیم و اینها شاخصه های آن موضوع هستش که ما به سمت یک رکود اقتصادی در حرکت هستیم. یکی از اون نشانه های رکود اقتصادی اینه که همه چی حباب هستش. برای مثال الان اول طلا میاد رکورد قیمتی میزنه، بعد میاد نقره، بعد میاد سراغ بقیه آلیاژ ها، بعد از این ور ملک رو داریم، ملک قیمتش بالا میره و 2026 سالی ترکیبی خواهد بود، سالی پر از نوسان، سالی که هم میتونه این حباب ها تو بعضی از مقوله های سرمایه گذاری میتونه بزرگتر باشه، تو بعضی از اونها میتونه بیاد کمتر بشه و کم کم به سمتی بریم که این حباب ترکیده بشه تو بعضی از مقوله. آقای دکتر توی صحبتاتون اشاره کردین که زمانی که قیمت‌ها بالا بوده مردم شهرهای بزرگ جهان صف بستن برای خرید طلا و خیلی بر من جالب اومد، یعنی این رفتار خرید مشتری و رفتار خرید مردم توی همه دنیا به این صورته که وقتی قیمت‌ها حباب داره و رو به بالاست تقاضا میره بالا. ما فکر می‌کنیم فقط تو ایران اینجوریه. بله این کلی، خب ما همه تابع احساساتمون هستیم. این یه موضوع دوم این یه خورده بستگی به این داره که بی‌ثباتی در اقتصاد بین‌الملل هست. تا حدی الان اقتصاد آمریکا خب آهسته شده. الان این 7 Magnificent 7 کسب و کار بزرگ توی آمریکا که توی AI هستن، از گوگل، عرض کنم خدمتتون مایکروسافت، اینویدیا، متا، اینا هستن که به خاطر سرمایه‌گذاری‌های زیادی توی مسئله هوش مصنوعی و AI یه جوری اینا دارن چرخه اقتصادی دارن هول میدن. اقتصاد یه ذره آهسته است و بعد مسئله سیاست‌های مالی فدرال رزرو آمریکا هستش که این با تأخیر بسیاری اینا مواجه هستن که نیاوردن نرخ بهره رو با اون مقداری که باید میآوردن پایین و دیر شروع کردن. اول دسامبر تازه اینا شروع کردن که سیاست‌های گشایش مالیشون رو بخوان اجرا بکنن و تا این تأثیرش روی بازارهای مالی بیفته. و بعد مسئله بعدی مسئله تعرفه ها هستش که پاول مسئول فدرال رزرو عذرش اینه که به خاطر اینکه این تعرفه های بیش از حد و دولت ترامپ بر روی کالاهای کشورهای مختلف انداختن و الان دادگاه عالی آمریکا تو این ماه احتمالاً به این مسئله رسیدگی خواهد کرد که کاری که دولت ترامپ کرده قانونی بوده یا نبوده. یعنی همه چی بازم این بی‌ثباتی هنوز چیه هستش، در جریانه. وقتی که بی‌ثباتی باشه، وقتی که از لحاظ ژئوپلیتیک نزاع این بر اون ور باشه، وقتی که به خاطر همین بعد بانک‌های مرکزی کشورها شروع میکنن خرید طلا کردن. البته این موضوع از 2022 2023 در جریان بود ولی الان توی اوجشه. آقای دکتر با توجه به این بی‌ثباتی که ما تو جهان می‌بینیم و تعرفه هایی که ترامپ اخیراً به لحاظ تعرفه های گمرکی که آقای ترامپ گذاشتن روی برای واردات یا صادرات خیلی از کالاها به کشور آمریکا، این خب خیلی از کشورها رو دچار
مشکل کرد اقتصاد رو به قول شما به شیوه آهسته به سمت آهسته‌ای پیش برد. راجع به این نظرتون چیه؟ ادامه این روند چقدر تأثیر میذاره رو بی‌ثباتی اقتصاد دنیا و وضعیت اقتصاد به کجا میره اگه این بخواد تداوم داشته باشه؟ بله، خب ما به سمتی میریم که خدمتتون گفتم 2026 هم بازار خرسی داریم هم بازار گاوی داریم. برای مثال توضیح میدین این دوتا اصطلاح؟ اگر یعنی بازار رونقدار و بازار کسادی و بازار نزولی، یعنی جفتشو ما داریم. برای مثال من میدونم خب بیشتر مخاطبان شاید علاقهشون به طلا باشه تو ایران. از لحاظ بین‌المللی قیمت طلا جا داره که تو 2026 دوباره یه آل تایم های بزنه، ولی بازم که قیمت میره بالا به طرف رکورد قیمت، به طرف آل تایم های میره، بازم اونجا شور و شوقش آدما رو بازم فرا میگیره و بعد خیلی تو دنیا خیلیا که از قیمت های پایین خرید کردن میان میگن آقا طلا میشه، خانم آقایون طلا میشه اونسی 10,000 تا 12 11 تا، هی اینجوری میکنن که مردم خرید بکنن اونا بتونن بهتر سود بردارن، یعنی روی موجی سوارشن، سرمایه گذاری خودشون بیشتر جواب بده. دقیقاً مثل همون. پیش‌بینیتون چقدره؟ فکر میکنید اونس به چقدر میرسه اونس طلا؟ دقیقاً مثل همون بیت کوین 1 میلیونی هست. برای طلا خب سخت پیش بینی کردنش، ولی مطمئناً نه، ولی 90% 10,000 تا نمیشه، ولی میاد رکورد قیمتی میزنه، میره به سمت 5,000 تا، میره اون طرفا رکورد قیمتی میزنه، ولی باز هم جای اصلاح داره. بعد از رکورد قیمت جای اصلاح داره، تو 2026 جای اصلاح داره. یعنی همچنان شما پس به مردم ایران توصیه میکنید که روی طلا سرمایه گذاری بکنن تو 2026؟ الان نه، الان چون قیمت ها بالاست، یعنی قیمت ها همه میکنه، اصلاح پیدا میکنه، اصلاح میتونن وارد بشن، ولی اونم خودش یک ترید هدفمند هستش. به هر حال یه سقفی رو طلا زده، یعنی از یک کفی دیگه پایینتر نمیاد که. یعنی که عرض می‌کنم خدمتتون که یعنی میشه به عنوان یه ترید هدفدار بهش بدونی کجا وارد شی و کجا خارج شی، به عنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت با مدت طولانی، با رنج طولانی نمیشه بهش نگاه کرد تو طلا و نقره. تا چه تایمی؟ یعنی کی اقدام کنن و به سرمایه‌گذاری طلا و نقره تا چه سالی نگاه کنن؟ یعنی ببینید پارسال یه صحبتی بود، خیلی از اقتصاددانا میگفتن که تا 5 سال آینده سیف‌ترین سرمایه‌گذاری روی طلاست و بیشترین رشد رو طلا داره. میخواستم ببینم که این نظر رو چقدر قبول دارید و توصیه‌تون برای مردم ایران که بخوان سرمایه‌گذاری کنن، بخشی از سرمایه‌شون رو بیارن روی طلا، تا چه تایمی باید منتظر بمونن، صبر کنن که بتونن از سرمایه‌شون بهره برداری داشته باشن؟ دقیقاً. اصلا از لحاظ زمانی و از لحاظ قیمتی هیچکی نمیتونه دقیق بگه، چون که اگر هر کی میتونست دقیق بگه که همه بیلیونر بودن، ولی از روی احتمالات و از روی شاخص‌های برگردیم به اون رکود اقتصادی بین‌المللی که من احتمالش میره که سر کلش پیدا بشه در 2028 2029 تا پایان این دهه، سر کله اون رکود اقتصادی بزرگ پیداش بشه. یکی از شاخص‌ها اینه که ابتدا طلا قیمتش میره بالا، چون همونجوری که شما خودتون گفتین طلا به عنوان سیف هیون، به عنوان چیزی که وسیله‌ای که همه بهش چنگ میزنن تا بتونن از بی‌ثباتی اقتصادی در امان بمونن، نقش خودش رو بازی میکنه. حالا از لحاظ پرایس اکشن همیشه خب اصلاح قیمت همیشه هستش، چون وقتی به حدی میرسه همه میخوان سود بردارن، مؤسسات بزرگ ETF ها همه میخوان سود بردارن، خب این قیمت اصلاح میکنه، تا حدی اصلاح میکنه و این اصلاح میتونه طول بکشه، میتونه مدت زمانی طول بکشه. ولی مثلا فصل اول 2026 احتمالاً میتونه موقعیت خوبی باشه برای طلا که به سمت قیمت‌های بهتری بره، ولی در کل 2026 هم یک رکورد قیمتی جدیدی خواهد بود برای طلا و هم نقره. برای نقره خدمتتون گفتم مثلا طلا خیلی احتمالش کمه به طرف 10,000 تا بره. خیلی دوستان باید حواسشون باید خیلی باشه، چون 2026 هوشیاری اقتصادی میخواد. خیلی هم میتونن سود ببرن، خیلی هم میتونن پولشون رو از دست بدن.
از 2026 تا حدی 2027. اما نقره همونجوری که طلا خدمتتون گفتم به 10,000 تا نمیرسه یا بیت کوین 1 میلیون نمیشه، نقره هم احتمالش خیلی کمه. الان همه میگن 300 تا میشه، 500 تا میشه. نه، احتمال خیلی زیاد نقره هم در 2026 آل تایم های میزنه، رکورد قیمتی میزنه، میره حالا 110 130 140 150 این حدودا و بعد اصلاح قیمت میکنه. یعنی برای فلزات گرانبها هنوز 2026 میتونه این حباب بزرگتر بشه. آقای دکتر، بریم سراغ بازار رمزارزها. با توجه به اینکه هموطنان ما علاقه دارن به سرمایه گذاری توی این بازار، سال 2026 برای این گروه از افرادی که توی این بازار سرمایه گذاری کردن رو چطور پیش بینی میکنید؟ بیت کوین آل تایم های زد، رکورد قیمتی زد تو اکتبر. یه چرخه بیت کوین داره، یه چرخه 4 ساله است که تا حالا این 3 مرتبه این چرخه هی تکرار شده. الان به خاطر تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی تا حد سیاسی امکانش هست، احتمالش هست، معلوم نیستش. 2026 اینو به ما ثابت میکنه که آیا این چرخه بزرگتر شده، این دیگه چرخه 4 ساله نیست، بزرگتر شده، کوتاه‌تر شده. ممکنه که بیر مارکت، بازار نزولی کمتر طول بکشه، درصد کمتری بیاد پایین. ولی به هر حال الان کلوزینگ سالانه بدی داشتیم برای بیت کوین. ماهانه 3 ماه قرمز بسته شده بیت کوین، 3 ماه قرمز بسته شده بیت کوین. احتمال این میره که در 2026 یک به قول غربی‌ها یک ریلیف رلی میادش، همیشه پایان چرخه. یعنی ما الان اگر اون چرخه 4 ساله تکرار شده باشه، ما در حقیقت توی بازار خرسی هستیم، توی بازار نزولی هستیم. از موقعی که از 100 اومد به پایین و بعد پایان هر چرخه یک جهش قیمتی داریم، ولی این جهش قیمتی به یک رکورد قیمتی ختم نمیشه. برای مثال بیاد به طرف 102 103 105 و بعد از اونجا دوباره قیمت بیاد پایین، دوباره روند نزولی میشه و تا 70 هم جا داره بیاد. حالا اونجا بازم آدم باید رصد بکنه که از لحاظ تکنیکی یه سری چیزها رو اگر قیمت نتونه از کنم خدمتتون که بهش برسه، امکانش هست که 70 بیاد پایین تر. ولی 70 یک به قول غربی‌ها یک مایلستون خواهد بود، یک نقطه عطفی خواهد بود در بیت کوین و جای خوبی خواهد بود برای سرمایه گذاری دوباره که در اکتبر احتمالش هستش که بعد از این ریلیف رلی دوباره بیاد برسه به اون. یعنی خدمتتون گفتم یه جهش قیمت داری میره بالا، بعد کم کم بیاد پایین، هی بازی بکنه، کم کم بیاد پایین تا 70 و تا اکتبر این موضوع ممکنه که طول بکشه. یعنی شما میگین که تا اکتبر این به 70 میرسه و زمان خوبیه برای شروع سرمایه‌گذاری. بازم اونجا باید نگاه بکنیم، ولی به خاطر اینکه حالا 10% 5% 15% آدم وارد بشه بد نیستش. و بعد توی فصل 3 فکر میکنم که این دیگه به جایی که بخواد زیر برسه و بعد به سمت بالا بره. این سناریو من هستش راجع به بیت کوین که به سمت بالا بره. ولی متاسفانه به خاطر سیاست‌های مالی فدرال رزرو که خدمتتون عرض کردم و دولت ترامپ مشکلی که داره، رئیس فدرال رزرو احتمالا یک آدم جدیدی خواهد بود در 2026. این آدم جدید رابطه بهتری با ترامپ خواهد داشت و میاد نرخ بهره رو بیشتر میاره پایین و سریعتر میاره پایین. این مسئله باعث میشه که به طور موقت قیمت بازارهای مالی، مخصوصا بازار ریسکی مثل بیت کوین و کریپتو برن بالا. یعنی تا حدی ما یه جهش قیمتی هم داریم، ولی این هنوز یه جهش قیمتی خواهد بود که توی بازار نزولی اتفاق افتاده و برای نوسانگیری خوب خواهد بود. و حالا برگردیم بازم به اون رکورد اقتصادیه. وقتی که اینجوری همیشه قبل از بحران‌های بزرگ اقتصادی، زمانی که فدرال رزرو میاد به طور متناوب
نرخ بهره رو کاهش میده، در میان مدت و بلند مدت این یه ضربه‌ای خواهد بود به بدنه اقتصاد، یه ضربه‌ای میزنه به ساختار اقتصاد و این یکی از اون ساختارها خواهد بود که ما میریم به سمت رکود اقتصادی، به سمت رکود اقتصادی و پس لرزه هاش بعدها خودش رو نشون میده. به طور موقت در اون زمان احتمالاً قیمت‌ها خوب میشن، بازارها رونق پیدا میکنن، ولی این بازم یه ترید موقت خواهد بود برای سرمایه گذاری. آقای دکتر، اخیراً یه تحلیلی من از شما شنیدم که فرمودین تا سال 2030 یه رکود زیادی توی بحث ملک وجود داره و از اون سال به بعد قیمت ملک توی شهرهای بزرگ دنیا میاد پایین، یه ریزشی میکنه و بهترین زمان برای سرمایه گذاری روی ملک تو جهان اون سال هستش. لطفاً راجع به این بگیم. عرض کردم که الان همه چی حباب هستش، حباب ملک هم خودش خیلی بزرگه، هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. حتی تو شهرهای بزرگ دنیا هم که نگاه بکنین شاید تو بعضی شهرها راکت باشه قیمت، ولی قیمت ها همچنان بالا هستش. در 2026 جا داره این قیمت هنوز بیشترم بشه و تا حدی 2027 بیشتر بشه. ولی اگه بیایم رو چرخه ملک نگاه بکنیم از 2011 2012 یه روند به سوی بالا رو سعودی رو طی کرده و نیاز داره که یک تنفسی بکنه. میتونه 2026 تا حد 2027 یه اوج قیمتی بازم برای مسکن باشه و بعد روند نزولی تا حدی شروع بشه و این اوج روند نزولی در پایان این دهه 2029 2028 2029 تا 30 پایان این اوج این قیمت نزولی برای ملک و مستقلات باشه در شهرهای بزرگ دنیا، سیدنی توی استرالیا، مثلا دبی، لندن، پاریس، شهر بزرگ دنیا که مستقلات شروع میشه و اون بحران اقتصادی که خدمتتون گفتم میاد از این بحران زمین و بحران مستقلات شروع میشه. حتی اینجوری نیستش که یه شب همه قیمت‌ها بیاد پایین، این به صورت تدریجی هستش. از سال 2027 تا 2030. آره همین حدودیه دیگه، نمیتونیم دقیق بگیم، ولی به این رونده توی 3 سال یعنی کاهشی. آره دیگه این یه چرخه 18 ساله است، همیشه اون پایان چرخه 4 سال آخرش هم اوجه هم کاهش تدریجی که میایم به پایین برسیم. درست. میتونه بازم یه اوجی بزنه تو 2026. آقای دکتر، با توجه به پیچیدگی که اقتصاد در سال 2026 داره و با توجه به رکودی که شما پیش بینی می‌کنید در جهان اتفاق خواهد افتاد، به نظر شما سبد سرمایه‌گذاری مردم روی بازارهای مختلف مالی باید به چه صورت باشه؟ یه پیش بینی که الان توی بازار ایران وجود داره اینه که یه سری تحلیلگرای اقتصادی میگن مردم 30% از سرمایه‌شون رو بیان روی طلا سرمایه‌گذاری بکنن و 70% مانده رو روی بازارهای رمز ارز و ملک و نقره و اینها بذارن. عرض کنم خدمتتون که 2026 خب خدمتتون کنم تا 2027 سال نوسانگیری تقریبا محسوب میشه، نه سال سرمایه گذاری زمانش 2022 2023 بود که کف قیمت ها بود توی همه بازارهای مالی قبل از انتخابات آمریکا. اون موقع خب معلومه خیلی راحت بود، هر کی میخرید 2 سال بعدش 3 سال بعدش به سود میرسید. همیشه قیمت رو تو بالا خریدن همیشه مشکل هستش و پیچیدگی خاص خودشو داره، چون ممکنه یه بلو آف تاپ داشته باشیم از اون بالا و با توجه به این رکود اقتصادی که ما داریم باید از لحاظ ذهنی و از لحاظ مالی خودمون رو آماده این بحران بکنیم، با توجه به اینکه حتی از این نوسانات هم سود بگیریم. برای مثال چیز کلی بخوام خدمتتون بگم، برای قبل از بحران خب خیلی خوبه که آدم یه مقدار طلا داشته باشه. یه مقدار طلا
دوستانی که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن شاید احتمالاً سیستم پرداخت بانک‌ها شاید دچار اختلال بشه. اگر یه مقدار آدم درصدی از سرمایه‌اش، درصدی از سبد سرمایه گذاریش خب طلا باشه، مثلا طلای فیزیکی، این کمک میکنه که آدم بتونه بهتر بخره. چیزی که خیلی مهمه پول نقد هستش، یعنی پول نقد یا تتر یا استیبل کوین که بتونی تبدیلش بکنی و بتونی خرید بکنی در اون زمان. چون در اون زمان حدود 40 تا 70% سهام بین المللی و بازارهای بین المللی میاد زیر قیمت ذاتی خودش، زیر فیر ولیوش میاد، موقعیت مناسبی خوبی هستش. پس اون تو سبد سرمایه گذاری به نظر من اون زمان باید حداقل 80% نقدینگی باشه، حالا به هر صورت که شما بتونید سریع تبدیل بکنید. نکته بعدی که خیلی مهمه این که کسایی که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن بدهکاری نداشته باشن، چون اگه بدهکاری داشته باشی میان دارایی‌هاتو ضبط میکنن و با قیمت خیلی کم و بعد دیگه اصلا نقدینگیت کم میشه، نمیتونی خرید بکنی. اگه 2007 2008 یادتون باشه که میومدن تو شهرهای بزرگ آمریکا خونه ها رو بانک ها میومدن از صاحباشون میگرفتن. پس پول نقد، مقداری طلای فیزیکی، مقداری کمی استیبل کوین که بشه تبدیلش کرد که سیستم بانکی دچار اختلال شد، اینها خوب هستش. ولی وقتی که ما به سمت این بحران اقتصادی میریم، یهو فروپاشی اقتصادی میریم، برای مثال ابتدا بازار کریپتو، بازار بیت کوین ریزش زیادی میکنه، بعد کم کم بورس ریزش میکنه، بعد طلا اولش خوب نشون میده ولی بازم اونم بعدها بازم چون این سرمایه ها بعد میان روی طلا، ولی بعد هم اون هم بازم تا حدی ریزش خواهد کرد. پس مهمترین چیزش پول نقد و نقدینگی قابل تبدیل هستش که بشه از این فرصت ها استفاده کردش. آقای دکتر منظورتون از نقدینگی چیه؟ نقدینگی یعنی که پولی که بتونین توی بازارهای مالی خرید بکنین. حالا میتونه اون پول هر چی باشه. چطوری میتونین سهام بین‌المللی بخرین، چطوری میتونین طلای بین‌المللی بخرین، یا چطوری میتونین بیت کوین بخرین. چون تو اون زمان فرصت‌های مناسبیه، به هر وسیله ممکن که میشه خرید کرد. اما بیت کوین خدمتتون گفتم یه جهش قیمتی ما خواهیم داشت، مخصوصا الان که 3 ماه کلوزینگ قرمز داشتیم برای بیت کوین، یه جهش قیمتی به سمت 100 102 105، ولی اینکه بتونه بره به سمت یه رکورد قیمت بزنه احتمالش خیلی 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 کمه. اگرم بشه ثبات نخواهد داشت و قیمت نمیتونه خودشو تثبیت بکنه و بعد از اونجا میاد به سمت بازم این بازار نزولی که ما توش هستیم، میاد به سمت اون کامل بکنه، میاد به سمت 70، یعنی قیمت بیت کوین میاد به سمت 70. این اوج بازار نزولی بیت کوین رو میتونیم توی ماه اکتبر 2026 یا فصل 3 2026 احتمالاً شاهدش باشیم. بعد از اونجا بازم بعد شاخص‌ها رو از لحاظ تکنیکی و فاندامنتال رو بررسی بکنیم، ولی احتمالش میره که بعد از مدت انباشت قیمت دوباره ما به سمت بالا به سمت 100 بریم، ولی اینکه تا کجاش بریم بازم خودش جای بحث خواهد بود. ولی مثلا اتریوم احتمالش خیلی زیاده بیاد به سمت تو این بازار نزولی که برای بیت کوین برای کریپتو هستش بیاد به سمت 2500 به این سمت بیادش. خواهشی که از هموطنانم دارم موقعی که این بازار نزولی شد و خواستن سرمایه گذاری بکنن، هولد بکنن، اکثر سرمایه‌شون رو بیارن اگه خواهن خرید بکنن بیت کوین رو خرید بکنن. انقدر آلت کوین هایی که اسمال کپ محسوب میشن یا میم کوین محسوب میشن روش سرمایه گذاری نکنن، اونا برای ترید هستن. اگر هم خواستن بخرن آلت کوین مقداری بیشتر اتریوم یه مقدار و یه مقدار سولانا یا XRP، اینجور آلت کوین ها که در حقیقت بلو چیپس هستن و جا دارن که
اگر همین بازار نزولی تر ادامه تر پیدا بکنه جا دارن که بیان بالا، ولی اکثر سرمایه توی بازار کریپتو باید روی بیت کوین باشه و مقدار کمیش روی این 2-3 تا آلت کوینی که خدمتتون گفتم. چون الان ETF بیت کوین هستش، ETF سولانا هستش و ETF اتریوم هستش. این 3 تا چیزی که ETF داره میتونه تقریبا جان سالم از بازار خرسی ببره و دوباره بره قیمتش بالا در چرخه بد. آقای دکتر، شما به عنوان کسی که فعالیت بین المللی دارید و سالهاست که توی دانشگاه‌های مختلف دنیا تدریس میکنید، میخواستم دیدگاهتون رو راجع به واژه موفقیت تو دنیا بگید. به چه کسی میشه گفت موفق در دنیا؟ موفق خب در درجه اول کسی نیستش که متاسفانه دید عموم دنیا اینه که کسی که فقط از لحاظ مالی موفق هستش و توانایی مالی داره بهش میگن موفق. به نظر من اشتباهه. به نظر من کسی که ابتدا انسان باشه، ارزش‌های انسانی و اخلاقی رو رعایت بکنه، میشه بهش گفت که انسان موفقی هست. کسی که یک مادر خوبی باشه، کسی که پدر خوبی باشه، همسر خوبی باشه، همکار خوبی باشه و در نهایت شهروند خوبی برای اون جامعه باشه، میشه گفت موفق. و موفقیت خب بعدهای زیادی داره و فقط مالی نیستش، فیزیکی هست. کسی که به ورزش و تندرستیش میپردازه، به طرز غذا خوردنش میپردازه، کسی که به درونش میپردازه، از لحاظ درونی زیبا هستش و وقت میذاره برای مسائل معنوی خودش. یعنی موفقیت به همه این ابعاد میشه آدم نسبتش بده. دکتر، معنای زندگی شما چیه؟ چون تو صحبتاتون اشاره کردین که باید به معنویت و درون پرداخت. بله. میخوام ببینم رسالت خودتون رو چی پیدا کردین؟ چه نقشی فکر میکنید آقای دکتر عرفان نوروز باید بازی کنه تو این دنیا؟ من که کسی نیستم، ولی کلاً از نظر اطلاعات مختصری که توی بازارهای مالی دارم و به قول معروف این سفره‌ای که برای همه دنیا بازه، من دوست دارم که هموطنام هم بتونن از این بازارهای مالی بتونن یه مقداری به اندازه کافی که سیر میشن بتونن یه سهمی از این سفره مالی داشته باشن. آقای دکتر، فرهنگ خرید مردم دنیا توی قشر متوسط معمولاً به سمت اینه که از کالای لوکس استفاده کنن. حالا بعضن یه سریا هستن که خب پولدارترن تو دنیا، میرن از برندهای خاص استفاده میکنن، ولی ما اینو تو ایران میبینیم. حالا تو دنیا نمیدونم به چه صورت شما اینو بفرمایید که ما وقتی یه پولی به دست میاریم روش سرمایه گذاریش رو نمیدونیم، بازی با پول رو بلد نیستیم، آموزش ندیدیم و بعضا پیش میاد این پولمون رو میبریم به سمت مصرفگرایی و خرید محصولات لوکس. بله. توصیه‌تون برای آدم‌های معمولی که به یه پولی میرسن یا پس اندازی دارن چی هستش و رفتار مردم رو توی این قشر چطور میبینید؟ این خب تو همه دنیا هستش که طبقه متوسط تا به پولی میرسه میخواد همسایه خودش رو تحت تاثیر قرار بده، اطرافیان خودش رو که نگاه کنین منم موفق هستم، منم ساعت رولکس دستمه، منم ماشین پورشه دارم میرونم، نگاه کنین یعنی من آدم موفقی هستم. ولی متاسفانه حقایق اقتصادی و حقایق سرمایه گذاری اینطوری نیستش. شما باید بیاین دارایی‌های مالی بخرین که مولد باشن و اگرم خواستین چیزی بخرین از اون بهره و از اون سودی که از اون مقوله اقتصادی خریدین باید بخرید، از اون سودتون. و در زمینه کالاهای لوکس متاسفانه این یک کلک سرمایه‌داری هست، سیستم سرمایه‌گذاری هست که به طریق مختلف سوشیال میدیا و رسانه‌های گروهی اینا رو برای آدم‌ها ارزش کردن که من باید حتما آیفون داشته باشم، لوکس ترین مارک ها رو داشته باشم تا بتونم بین دوستام، بین جمع بتونم مقبولیت داشته باشم، که این متاسفانه مخصوصا توی قشر تازه به درون رسیده خیلی زیاده
ولی اگر ما بیایم پولمون رو سرمایه گذاری بکنیم دیگه احتیاجی نداریم که بخوایم مصرف چیزهای لوکس بکنیم و بخوایم دوستانمون و همسایه هامون رو تحت تاثیر قرار بدیم. اشاره کردیم به تاثیر سوشال میدیا در زندگی مردم. خب همه میان قسمت لوکس زندگیشون رو به تصویر میکشن و یه سری میان خودشون رو مقایسه میکنن با کسایی که ممکنه پشت دوربین از ماشین قرضی، خونه اجاره‌ای و امکانات عاریه‌ای که مال خودشون نیست بیان استفاده بکنن، یه تصویری از خودشون منتشر بکنن و در واقع باعث افسرده شدن جامعه و مردم بشن. با توجه به اینکه شما رو بحث مسائل اقتصادی و رفتار اقتصادی تحلیلگر هستید و دانش دارید، میخواستم این چه توصیه‌ای دارید واسه جوونی که میبینه اینها رو و باعث میشه که احساس سرخوردگی کنه، به جای اینکه بره تلاش کنه بجنگه، فکر میکنه خب بقیه رسیدن من نمیتونم، هر روزم شرایط سخت‌تر داره میشه پس من از پسش بر نمیام. سوشال میدیا از اینستاگرام بگیر تا فیسبوک و غیره به قول قدیمیه یه آش شلم شورباییه. خیلی باید جوانای امروزه باید خیلی وسواس داشته باشن که چی از این برداشت میکنن، چون توش همه چی هست. خیلی باید وسواس داشته باشه آدم، وقتشو باید خیلی تنظیم بکنن دوستان، چون خیلی احتیاط آور هستش و متاسفانه از لحاظ روانی به افسردگی، به تنهایی و به حسادت و مقایسه کردن افراد منجر شده. خیلی مهمه که جوونا چشاشون رو باز بکنن و واقعیت‌های زندگی رو ببینن و خودشون باشن، چون هر کسی خودش منحصر به فرده و برای الهام گرفتن خب بد نیست، ولی خودشون رو نباید درگیر کنن. اصلا نباید خودشون درگیر کنن. و از یه قسمت‌های خوبش میشه به قول شما الهام گرفت، مثل لایف استایل، مثل تلاش کردن، مثل نشون دادن زندگی آدم‌هایی که از زیر صفر اومدن بالا و تلاش کردن، اینا رو میشه ازشون الهام گرفت و الگو سازی کرد. درست فهمیدم. آقای دکتر حالا توصیه‌تون برای جوانای نسل زدی چیه؟ اینا به چه سمتی برن توی سرمایه‌گذاری و چطور تشخیص بدن که چه راهی رو باید برن برای اینکه بتونن موفقیت کسب بکنن؟ اینو خب تو اروپا هم خیلی آدم نسل زده میبینه که خب اینا با نسل ما فرق دارن دیگه. بچه‌های تکنولوژی ان، خیلی بالاست. بچه‌های تکنولوژی ان، با دیجیتالیزیشن بزرگ شدن و خب اینا از این ور مهارت‌های دیجیتالی دارن، خیلی سریعتر هستن، ولی از اون ورم یه خورده زندگی ایندیویدوالی، زندگی فردگرایی خب یه خورده بیشتر شده. ما موقعا شاید با دوستانمون همه جمع می‌شدیم، هفت سنگ بازی می‌کردیم، توپ دولایه می‌گرفتیم، فوتبال تو کوچه خیابون بازی می‌کردیم و جمع‌گرایی بیشتر بود، یا با دوستان اقوام دور هم جمع می‌شدیم، شب نشینی‌ها بود. ولی متاسفانه الان این مسائل باعث شده. چیزی که توش من خیلی دقت کردم، نسل زی مهارت‌های اجتماعیش کمه. اگر بیان اون مهارت‌های دیجیتالیشونو بیان با مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی دست جمعی کامل بکنن، یه گامی میشه به سمت موفقیت. برای زنای سرپرست خانوار که یه قشری هستن که نیازمند به هر حال این هستن که پیش بینی بکنن آینده خودشون رو و یه امنیتی برای خودشون و فرزندانشون ایجاد بکنن، توصیه‌تون چیه؟ البته با توجه به شرایط مالی که الان تو ایران وجود داره، واقعا اگر مرد خونه به تنهایی کار بکنه پس از اینا بر نمیاد و بعضا میبینیم که توی یه خونه هم مادر هم پدر دارن همزمان کار میکنن و مخارج زندگی رو میدن. حتی برای خانومی که تو خانه داره و فکر درآمدزایی و فکر سرمایه گذاریه، اگر پیشنهادی دارید ممنون میشیم بفرمایید. خب اینکه رو مهارت هاشون کار بکنن. خب اینکه ما ایرانیان نباید انقدر دنبال مدرک تحصیلی باشیم، بیشتر باید رو مهارت ها کار بکنیم و همچنین باید بازارهای مالی هم اگر خوب بتونن، بانوانی که سرپرست خانواده هستن بتونن رو بازارهای مالی بیان تکیه بکنن، بیان خوب یاد بگیرن ابتدا، بعد میتونن تا حدی درآمدی
ثابتی داشته باشم. من یه کانالی هست به نام قهوه دلاری که اینجا تو این کانال قهوه دلاری به دوستان کمک میکنم که بیان سود خیلی کم $2 $3 $4 در هفته بتونن سود بگیرن از بازار و ریسک کم، که تو این 2-3 ماهی که افتتاحش بوده تونسته سود تقریبا مستمر یا به دوستان برسونه. آقای دکتر، شما که خودتون به صورت آکادمیک مدارج مختلفی رو طی کردین و دانشگاهی بزرگ دنیا درس خوندین، نظرتون واقعا اینه که ایرانی‌ها نباید دنبال مدرک برن مهارت یاد بگیرن؟ نقش تحصیل رو چقدر می‌بینید توی موفقیت نسل زی؟ دنیا فرق کرده دیگه، دنیا فرق کرده و دنیای مدرک گرایی دیگه نیستش. الان خود یوتیوب خودش یه دانشگاه بسیار بزرگی محسوب میشه. این همه کتاب‌های مفید هستش و این همه سمینارهای مفید هستش و همشون رایگان. عرض کنم خدمتتون که یه مثال خدمتتون بزنم. من اولین مصاحبه شغل رسمی که داشتم که در رابطه با تحصیلاتم بود، خودمو خیلی آماده کرده بودم که راجع به تحقیقات دانشگاهی، مقاله ها، نفر چندم کنکور تو ایران شدم و اینجور مسائل و حوزه های مختلفی که درس خونده بودم که مربوط میشه به سوال مسابقه جواب بدم. اولین سوالی که از من کردن و مهمترین سوالش این بود اینکه کجاها کار کردم و تو چه پروژه هایی حضور داشتم. اصلا راجع به اینکه مدرک تحصیلی چیه، تز فوق لیسانس چند شده یا دکترا تو کدوم دانشگاه آمریکا درس خوندی اصلا کسی رو راجع به این مسائل سوال نمیکنه. از اونجا برای من یه زنگ خطری به صدا در اومد که کتاب خوندن خوبه، مطالعه خوبه، ولی حالا آدم نباید یه کاغذ بگیره پشت سرش بندازه. این مهم نیستش، این مهمی که اون مهارت رو داشته باشه. آقای دکتر، شما یه عذرخواهی دارین، یه تشکر. اگه بخواین از کسی تشکر بکنید اون چه کسی هستش؟ و اگه بخواین از کسی معذرت بخواین چطور؟ تشکر از پدر مادرم که خب اینجا پیششون نیستم، ازشون تشکر میکنم به خاطر اینکه از پدر مادرم عذرخواهی میکنم که اینجا پیششون نیستم و فرزند خوبی نبودم. شما در موفقی هستین در سطح بین‌المللی. نه اختیار دارم، که به عنوان فرزند نتونستم وظایف خودم رو به عنوان فرزند، یه فرزند تلفنی و تصویری بودم تو این 20 سال اخیر. از پدر مادر عزیزم خیلی عذر میخوام، ببخش. از پدر مادر عزیزم عذرخواهی میکنم و تشکر از همسرم تشکر میکنم که واقعا همسر خوب و مادر نمونه‌ای بوده برای بچه‌ها. حالا اگر این اشکا رو خواستیم پاک بکنیم، نه بذار باشه، تا من قشنگه. ناخودآگاه بوده. مهمونامون همه اصلا این سوال میپرسیم گریه میکنن. انشالله که همشون خوب و خوش باشن. پدر مادر شما به شما افتخار میکنن. من دیدم که توی یه همایشی شما سخنرانی کردی یا پدر مادر شما اونجا قد کشیدن وقتی جمعیت زیادی به حرفای شما گوش میدادن و خیلی ها تشکر میکردن از مشاوره های خوبی که شما بهشون دادی، تو زندگیشون باعث رشدشون شدی. این خودش یعنی عزت برای پدر مادر شما. محبت داری. اتفاقا پدر شما آقای محمد رضا نوروز توی اون همایشی که بودیم روی استیج به عنوان یک هنرمند و یک بازیگر تئاتر و سینما برای مردم شعر خوندن. بله. خیلی برام جالب بود که از یک پدر هنرمند چطور یه پسر اقتصادی و تحلیلگر مالی درسته به دنیا اومده. منم جوان بودم، خیلی به تئاتر و اینا خیلی علاقه‌مند بودم. آخرین تئاتری هم که اینجا کار کردم گوریل پشمالو ساخته آقای اکبر زنجانپور کارگردانش بود. اونجا هم تا حدی تو دانشگاه، ولی دیگه چیزهای زندگی دیگه نمیشد. این که من رفتم به طرف اقتصاد و بازارهای مالی این بود که موقعی که دانشجو بودم تو خارج کشور همیشه این معامله و ترید کردن یه وسیله‌ای بود برای اینکه پول تو جیبم تامین بکنم و بعدش خب خیلی علاقه‌مند شدم به این اقتصاد کلان.
اقتصاد کلان که در دوردست چی پیش می‌بینی آدم میتونه بکنه و بعد میتونی بهتر تصمیمات اقتصادی بگیری و بهتر میتونی معاملات اقتصادی آدم میتونه انجام بده. خب این برای من خیلی جالب بود و خیلی شیرینه. بله همینطور هم هست. آقای دکتر اگر بخواید با عرفان نوروز 18 ساله رو به این دوربین صحبت کنین چی بهش میگی؟ خیلی وقتتو تلف نکن و قدر لحظات رو بیشتر بدون و بیشتر کتاب بخون. آقای دکتر به پایان گفتگومون رسیدیم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم. به عنوان کلام پایانی اگر با بیننده های برنامه ما صحبتی دارید بفرمایید. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، فکر، پنجره، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد اگر میرویند قاشهای غربت. بدرود. مرسی. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از فرصتی که به ما خواهش دادید. بیننده های عزیز خیلی ممنون از این که برنامه ما رو تماشا کردین. اگر برنامه ما رو دوست داشتین ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدارتون. مرسی. خیلی لطف کردید.